دختری ما شلیپا را دختر بینید تیقه کچلا سیده تو جمو چکل چمالا دخترو وقتی که همی حرکت میکرده خداوند هیچ وقت ناامید نمیکنه. میگه بیس که همی بنده ما کوشش کرده استه رزق همی را زیاد کنم. نیکی ایما یک نصیحت که وقتی که هم نداشته باشین سرانوی لقمه نان میوین که بگین خدا را شکر. وقتی که شکر گذار کشیدی خداوند ایده زیادت میته. میگه بگی بنده ما شکر کرده استه ما ایده زیادش بدم. از آدمی بیکار خدا هم بیزار میگن. و باز گفتنیم که هیچ وقت خوبی همون شخصیتی که شما را در سختی های زندگیتون دستگیری کردگی فراموش نکنین. در نمکدانش توف نکنین. باز میگه که اپا بافا بلی که سر میکنی. برای چی؟ برای که همه شما شاید زنده بدین که وقتی که ما در شرکت فابلی کار نمیکردم شکرم یک خانه داشتم تمام. و صاحبی همه چی شدگیم. میگه بسیار در اومدم من نمیگم. مام ها اول رنگشون باور نمیکرد. میفتم دروغه خرید میکنی ای خوخه هم خیلی بال جمع میکنی خونه با خونه سال پیش میکشتن. ما دویدم از که بیچاره زنکاکا میوردن در پاکیتشون بروشون میفتن که اینا میخرین. واسه خال نیسته واسه کار آنلاینی در خونه میشینی. شما اگر یا در تاجیکستان باشین یا در آسیا باشین شما در فقط تلفن واتساپ در کار تمام. یعنی که همین شما میرین صابون شامپون یا برای روزگار خونتون در رو فابلی نه فقط صابون شامپون پوشاک هم داره. همه چیزی که هم برای شما در کار میتونین از همجا خرید کنین. فقط مغازینتون علیش میکنین. یعنی که شما نمیرین این مغازین بخرین. ای شرکت فابلی که شما در 10 برابر ای خوبه هم ارزانه هم کچش زوره استحصال رسیه هم شما در 21 روز پس آیلیتون میده بونوس پلیتون میده مادر پلیتون میده صاحب یک غلط توفه ها پوتیفکا بچان دولت ها پریزه خوب روزگروش نغز میکنن صاحب چالای تلفن بیتوای تکنیکا همین صاحبی همه چی میشین. اشما فقط چی میروه این وقتی که خواهش با کار داشته باشی کوشش کنی انشالله صاحبی همه چی میشه. میلیونر هم میشه میلیاردر هم میشه کلیاردر هم میشه. سلام подписчикای جونم امروز تجربه خودم طبقه اینا لوکی امروزه من شون اروپایی با رومال تجکی با خرید میریم. کجاست نشون تا میتم مکیاژ خودم کردم. چکن رمزی بهاره چکن کنگوره داره چکن کنگوره داره افتابای مهتابای ستارش به شماره ستارش به شماره افتاب السلام علیکم شام بخیر. امروز یکمین افطار ما است در شهر حصار در مهمانی شهنازه خان آمدیم. تشکر خواهر عزیز برای تکلیف برای مهمانداری برای آبیزد. همراه ما دادر من مهربان جان هستند. سلام سلام رمضان مبارک. رحمت شما مبارک. شما خوش آمدید. یک جای صحبت شیرین نکنیم ان شاء الله. زنده باشید. تشکر. اومده میگه که اگر ایخش اومده کندم نکم در داره مرحمت کنین گیرین اکنون اجازه ده. خانم زیبایی کی شناخت شهنازه جان سال گذشته مهمان شده بودیم. رحمت جان شیرین بسیار خواهری با مهر داریم. تشکر. بسیار دسترخوان چی دسترخوان مهمان نواز. چرا بهتر از جان دوست دارمت روح و تنم در عاشقی بسپارمت. گفتم چرا بهتر از جان دوست دارمت روح